امروز قراره که ما سعی کنیم گریه نکنیم. لایک و سابسکرایب بهتون نره، زنگوله هم روشن کنیم که هر وقت ویدیو گذاشتم براتون پیام ارسال شه. این چالش 2 مرحله داره. مرحله اول بعد پیازا رو رنده کنیم با هر رنده‌ای که دلمون میخواد، ولی مهم نیست کی زودتر تمام میکنه، مهم اینه که اشکمون در مشکمون. دوم ما قراره یه پیاز رو ورداریم، نصف کنیم و بخوریم. میتونیم هر مدلی که دوست داریم بخوریم، ولی نمیتونیم رنده کنیم از بازی و باختیم حریف برده. و میتونیم وسط چالش انصراف بدیم. اگه مثلا زیاد دیگه اشکمون در اومد میتونیم انصراف بدیم و تیم بازیکن حریف برد که نباید اشکمون در بیاد. الان با هر چیزی دلمون میخواد قانون که بلد بودیم. قبل از که شروع کنیم اول ویدیو، وسط ویدیو و آخر ویدیو چک کنید که لایکتون نپریده باشه. بزنید. الان ما قراره این پیازا رو رنده کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بکن. نباید اشکم در بیاد. هر چیزم دلم میخواد نگم. دارم میسوزنم. واسه حواسم نیست خیلی داره. نخواه بچه ما جفتمونم داریم اینجوری میکنیم و الان اتاق کلا همه جا اینجوری میسوزه. من میمونم وای گیره نکن حواست به دست باشه. من جوالت میگم خود بخواد. دستم بیارم. دماغم اوه دستم داره میسوزه. خوش کنم باختم. ببین آی باشه بچه ما میریم دستاتمون بشونیم. دارم حاجی گلونم دارم میسوزه. ما میریم دستاتمون بشونیم. من چالش بدید. چالش دوم قرار این پیازا رو بخوریم. بچه ما رفتیم قبلش من رفتم دستاتمون بشونم چون واقعا اشتم میسوختم. بعد اومدم بیرون دیدم دارم گریه میکنم از درد سوختم. آبا یه عالمه اشک ریخته بود اصلا و دستم هم زخمه. پیاز بریم. الان اینو هر کی صورتم میکنه نیست. آخرش بعد چند دقیقه صبر کنیم. الان خواهرم پیاز دوست داره. من پیاز بعد دیگه همه دوست داشته باشم، مخصوصا مردا که هر روز پیاز همشون دوست دارن. وایسید این چالش 2 امتیاز دیگه دارم. اگه بردیا ببره ما تمومه. اگه من ببرم پارت 2 میذاری اون فاینل چالش، یعنی چالش آخر ببینیم کی بره. چالش آخر هم 2 امتیاز شاید بذاریم یا 3 امتیاز. بریم 3 2 1. مثلا استراتژی تو چیه مردن این مرحله؟ یعنی چیکار کنیم که این مرحله ببری گریه نکنم؟ نه یعنی مثلا اوکی بریم 3. تو چیه؟ نه بگو آره بعدیم ببینیم 3. اول شما برم داریم این ذره جدا 3 2 1. چرا همش لا پوستشو بابا 3 2 بریم واسه گاز نهایی. من خرم نکن بخور دیگه. در زمان دوست
پوستشو چه پوستی بود این یک چیه هر روز این پوسته این پوسته نه این پوسته این همش پوسته چرا نصفش پوستش اسمش عادیه تکونه رهی زمن که چه خونه هست خونه هست که یعنی بعد خونه بچه ها زودترم تموم کنیم میبری نه دیگه پنج ساعت نمیتونی باشیم بعد یه اشک آدم نماره میسوزونه چه شیرینه آره من میخوام مثل گاوم چای من زخمه سمی آبم بیارم واسه گریمون اصلا نمیسن ها؟ من نمیسن دو به نظر تو پارت بعدی چه چالشی بیم من هم دارم میسوزم فعلا واسه یه لحظه تو چکو اگه لاک نکرده باشی ها داریم میسوزیم باید لایک کنیم حمایت کن لایک کن سابسکرایب